20 ساله ساکن جماعت اسماعیل فشار وحدت با گمان تماجویی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت این جوان با جوانزن 20 ساله ساکن وحدت شنا شده توسط تلفن عکس‌های محرمانه او را گرفته است و سپس با مقصد به دست آوردن فایده مفت از ماه مارس سال 2020 تا حال با تهدید در اینترنت پند کردن این عکس‌ها و فرستادن عکس‌ها به خویش و تبار جوانزن از جبر دیده با روی تماجویی 7000 سامانی گرفته است. به این جوان اکنون بر اساس ماده 250 کودکس جنایتی تاجیکستان برای تماجویی از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. جوانزن 23 ساله ساکن ناحیه نورآباد به آن گمان برمی شود که ماه مارس سال 2021 با راه پنهانی وارد منزل ساکن 23 ساله شهر دوشنبه شده از آنجا یک عدد نوتبوک تمغه آسوس، یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ G5، یک عدد جزدان و لباسهایش را به مبلغ عمومی 5000 سامانی دزدیده است. به او بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان برای دزدی از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند. ساکن 23 ساله شهر وحدت به آن گمان برمی شود که شب 29 به 3 ایول سال 2021 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به کارخانه قبوربراری واقع در شهر وحدت در آمده از آنجا یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده است. ضرر رسانیده شده به صاحب چاروا ساکن 59 ساله دوشنبه 8000 سامانی را تشکیل می‌دهد و ساکن وحدت نیز بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان برای گاودزدی از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند.